ما در بهترین روزهای سال قرار داریم که الله سبحانه و تعالی عمل خیر و عمل نیک را در این روزها زیاد دوست می دارد. در این ده ماه ذوالحجه عمل صالح کردن نزد الله سبحانه و تعالی از جهاد کرده هم بیشتر ثواب دارد، مگر کسی که به مال و جان خود خارج می گردد و دوباره بر نمی گردد. زیرا در این روزها حاجیان به مکة الله می روند، مناسک حج را ادا می کنند، یکی از بزرگترین ارکان اسلام را انجام می دهند و در دیگر کناره های زمین بندگان صالح الله سبحانه و تعالی مشغول طاعت و عبادت هستند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این روزها را روزه می گرفتند، 9 روز ماه ذوالحجه را روزه می گرفتند، زیرا که الله سبحانه و تعالی اگر از بنده مؤمن و مسلمان یک روزی روزه گرفتن او را قبول گرداند، الله متعال مسلمان را از آتش جهنم 70 سال دور می سازد. و روز عرفه، یک روز پیش از عید قربان، اگر بنده مؤمن مسلمان روزه بگیرد، امید است که الله سبحانه و تعالی 2 ساله گناه آن را می بخشد. در یک حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید: صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. یعنی که روزه گرفتن روز عرفه امید است که الله سبحانه و تعالی 1 سال پیش و 1 سال بعد را می بخشد. این حدیث در صحیح مسلم آمده است. دیگر عملی که انسان مسلمان باید در این روزها 10 روز ماه ذوالحجه انجام بدهد، این مشغول شدن با تکبیرات است. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد. صحابگان کرام این تکبیرات را به اندازه زیاد می گفتند در کوچه ها و بازارها که تمام کوچه ها را صدای تکبیرات فرا می گرفت. الله سبحانه و تعالی در سوره حج می فرماید: و یذکر اسم الله فی ایام معلومات. و یاد بکنند نام پروردگار را در روزهای مخصوص. جمهور علما به همین نظر هستند که این روزهای مخصوص، مراد از این روزهای مخصوص این 10 روز ماه ذوالحجه می باشد. و آیت دیگری داریم در سوره بقره که می گوید: و اذکر الله فی ایام معدودات. یاد کنید الله تعالی را در روزهای شمرده شده. مراد از این روزها روزهایی است که از بعد از بامداد روز عرفه آغاز می گردد و تا روز سوم تشریق ادامه پیدا می کند، که مسلمان ها هنگامی که نماز می گذارند بعد از نماز آغاز می کنند به تکبیر گفتن: الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد.